مسائل مربوط به قوانین و مقررات گمرکی از چالش‌های صادرات به حساب میاد. هر کشوری برای واردات یک سری مقررات خاصی داره که گاهن کسب و کارها رو دچار چالش میکنه که یه سری از این موارد با هم امروز مرور میکنیم. مقررات و قوانین گمرکات و تعرفه‌ها. قوانین مربوط به گمرکات، تعرفه‌ها و مقررات مربوط به واردات و صادرات کالاها گاهن خیلی پیچیده میشن که درک اون اهمیت زیادی رو میطلبه. فاکتورها و گواهی‌ها. هر کشوری برای واردات به یک سری سرتیفیکیت ها، گواهی ها و فاکتورهای مخصوص همون مقصد رو نیاز داره که ما طبق قوانین مربوط به اون مقصد به خصوص اینها رو باید تهیه بکنیم. بحث بعدی بحث بسته‌بندی و علامت گذاری هستش که مجددا طبق استاندارد کشور مقصد برای صادرات باید اونها رو بسته‌بندی علامت گذاری بشه و طبق اون استانداردها پکینگ کالای مورد نظر ما انجام بشه. بحث مسائل مالی و پرداخت، روش‌های پرداخت، ارز و قوانین مالی برخی از کشورها میتونه چالش‌های خیلی سختی رو برای ورود به اون کشور برای کسب و کارها ایجاد بکنه. مسائل فنی و بهداشت، استانداردهای فنی، بهداشت و ایمنی محصولات هر کشوری برای صادرات و واردات با همدیگه متفاوته که قبل از اقدام به صادرات و واردات باید اونها رو مورد توجه قرار بدیم. شرکت‌ها باید برای مواجهه با این چالش‌ها از متخصصان و کارشناسان مربوطه کمک بگیرن، مطالعات دقیق و قبل از اعمال هر بیزینسی داشته باشن که بتونن بهترین استراتژی رو برای بهترین راهکار مدیریت این چالش‌ها پیدا بکنن.